خب خواننده محبوب شما؟ بدون شک آقای قمیشی. بریم با یاسمن مرآتی بهترین ترانه سیاوش قمیشی رو با هم انتخاب کنیم. فاصله یا فردا؟ فردا. فردا یا پرنده‌های قفسی؟ فردا. فردا یا آخرین نامه؟ خیلی سخته، همه‌شو دوست دارم. آخرین نامه. آخرین نامه یا بی سرزمین تر از باد؟ آخرین نامه. آخرین نامه یا طلوع؟ طلوع. طلوع یا عاشق؟ طلوع. طلوع یا تصور کن؟ طلوع. طلوع یا یادگاری؟ یادگاری. یادگاری یا تاک؟ تاک. تاک یا نقاب؟ تاک. تاک یا الکی؟ تاک. تاک یا جزیره؟ جزیره. جزیره یا عسلبانو؟ جزیره. همون جزیره بودم، خاکی و صمیمی و گرم.